چور همون خطاهای خود سر میزننده بگیم رفتی همون شرایط هم دولت نگاه کرده با همون شرایطی هم دولت هسته همون وای رفتار کردن دکو اکنه یکی مثال وای رسم آیین وای قبول کردن دین آیین وای اخلاً همون رفتاری کردن دکو که به همون چی تو رو بغلط همون چیزش وای شده درست در بغلط کنم سوچت میرم میبیام میدکمیم پرابلم فقط حتی این قیمت از این هفته نیم شده که ایس کوارتیره ایس رجیستراسیون ایس پشتن خوردن اما داکمنتش کمک پرابلم برای واسبین یا میکنن یا نمیکنن یکون پرابلم میآورده نمیره ادمینیت کنن خوب میشه همین تمام دیگه یکون با حکومت هست دولت هست برای همین تو حکومت و دولت خودش سرانجام نکند این کرویا یگان کار پیش نمیره همش چیز ای دست دولت ای دست حکومت ای دست رئیسا همین خیال اما تمام حجت گذاری که همون دولتی که مهاجرت میکنی پره باید که رعایت کرده شد حجت ها اگر هم در دایره قانون های عمل کننده باشد اگر یگان کس یک گپی زود شما بگفته نمیتواند هست گفته چیزا که گل بخار نمیشود بعضی رسم هست که در اونجا میره قانون قاعده ویران میکنن بنابراین بعد همون یک شخص کتی میگه من فلانی این کار کس عکسی کلا در شربا میزند اگر خودش رو نقض نگاه کنه قانون رو احترام کنه و هم احترام میکنه هر یک آدم باید خودش احترام کند وقتی که خودش احترام کرد و هم احترام میکنه خوب کردن در خود رفتار خوب هنگ آدم خیلی موش روی آدم دیگه گرم میشه صد آدم دیگه گرم میشه فرق نداره یا در روسیه باشه یا که در مملکت خودش باید قانون و قاعده رو رعایت کند شخصا من به نزدیکی مهم مرد در همون تتاریستان بودم گپاروسی هم رفته بودم خانه دخترچم همون جایم همونجا زندگی میکنه خانه و در داره دومادم اوید به سوهای سودا تجارت کسر و کار دارد مقصد که در همون سوهای سودا هم که باشد همون هر ماه اگر همون مبلغی که از چی جدا میشد بسپارش یا این پسرم در چیه مسکو داید من امر قطیش در علاقه میشم میگه دادا جون همین هر یک نفری که اینجا میبیاد مقصد برای یک مبلغ کار کردن پیش از اون باید با همون حجت‌های یک سالش باید کند مقصد که همون حجتی اگر که حجت گذاری نکنی مقصد که درآمد دولت هم از حساب یه هست این درآمد مقصد که با فوند مقصد ساحه اجتماعی مقصد نفقه خوران میروند معلمان میروند دکتران میروند شما فکر کنید که اگر شخصا این من ماشین دارم ماشین خدمت معاینه تکنیکی نگذرانم زمین خواجگی دهقانی دارم انداز شکل نسپارم دولت از کجا درآمد می سرچشمه درآمد هر یک دولت از حساب همین مقصد که شهروندان انداز است برای همین قدر ایران من همچون شهروند میگم که با تمام شهروندان جمهوری که فرق نداره در گجای نباشند یا در جمهوری خودمون یا که در روسیه یا در اروپا باید قانون و قاعده رو باید رعایت کنند